مخاطبین عزیز شوک تیوی، سلام. تراژدی غم‌انگیز آرمان و غزاله این بار نه در تهران که در بوشهر و با آشنایی فاطمه و عارف تکرار شد، اما سرانجام تلخ و مرگباری داشت. 25 دی ماه سال گذشته بود که خبر قتل فاطمه، دختر 17 ساله بوشهری که کار عکاسی هم می‌کرد، ابتدا در رسانه‌های محلی بوشهر منتشر شد. 3 روز پس از انتشار خبر قتل، فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل در شرایطی که در یکی از استانهای همجوار و حوالی مرزهای جنوبی کشور مخفی شده بود، خبر داد. قاتل حالا در اختیار پلیس آگاهی بوشهر است و در اعترافات خود گفته که انگیزش از قتل فاطمه چه بوده و چطور او را به قتلگاهش کشانده است. محمد رضا پدر فاطمه همراه همسرش به اداره پلیس آگاهی رفتند تا در جریان آخرین اعترافات قاتل و انگیزه او قرار گیرند. پدر فاطمه به مأموران گفت: در این دوره و زمانه بسیاری از بچه‌ها گوشی تلفن همراه دارند و فاطمه دختر من هم داشت. دخترم و آن پسر از طریق انجام یک بازی اینترنتی با هم آشنا شدند. قصد دختر من فقط بازی بود، اما پسر طی 1-2 ماهی که با دخترم بازی اینترنتی انجام میداد به فاطمه علاقه‌مند شد. من از این موضوع اطلاعی نداشتم و برایم هم مهم نیست کسی پشت سرم چه چیزی میگوید. خدا عالم و به همه چیز آگاه است و میداند که حقیقت را میگویم. دخترم فقط میخواست بازی کند. آن پسر گفته بود که تو را برای ازدواج میخواهم، ولی دخترم قبول نکرده و این موضوع را هم به من نگفته بود. اما خواهر فاطمه که با دخترم چند سال فاصله سنی دارد به من گفتن پسر تا 1 ماه برای دخترم مزاحمت ایجاد میکرد. فاطمه هم گفته بود میخواهم درس بخوانم و برای همین شماره او را مسدود کرده بود تا پسر به او دسترسی نداشته باشد. پسر اما دست بردار نبود و میخواست به هر نحوی که شده با دخترم ازدواج کند. قاتل وقتی دید دخترم به هیچ وجه راضی به ازدواج نمی شود، نقشه شرورانه‌ای کشید تا او را فریب دهد. او به صورت چت و با نام فرد دیگری با دخترم صحبت کرد و گفت مهمانی دارد و از فاطمه خواست از مجلس او عکاسی کند. دخترم علاوه بر اینکه محصل بود، کار عکاسی هم می کرد. فاطمه هم قبول کرد و روز 25 دی ماه حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به بوشهر رفت. با اینکه محل زندگی آن پسر در استان خوزستان بود، اما برای اجرای نقشش به بوشهر آمد و در یکی از محلات ما و به مدت 24 ساعت خانه‌ای مبله اجاره کرد و منتظر دخترم ماند. دخترم وقتی به محل رسید تازه متوجه شد فردی که با او قرار عکاسی گذاشته همان پسری است که از او درخواست ازدواج داشت. فاطمه که متوجه ماجرا شده بود تصمیم گرفت فرار کند، اما پسر او را گیر انداخت. وقتی دخترم میخواست از خانه فرار کند، قاتل او را به دیوار چسباند و سرش را به دیوار کوبید که شکست. بعد هم با مشت چند ضربه به صورت و فکش زد که البته در پزشکی قانونی به این ضربات اشاره نشد، اما در گزارش نوشته شده که قاتل با یک جسم نوک‌تیز 26 تا 27 ضربه چاقو نیز به شکم، سینه و گردنش وارد کرده است. پس از قتل قاتل دخترم را تا نیمه بدنش وارد گونی کرد تا آن را پشت ماشین بیاندازد و به جای دیگری منتقل کند، اما نتوانست و خودش فرار کرد. طبق قراری که قاتل با پیرمرد صاحبخانه گذاشته بود، او باید کلید را پس از 24 ساعت به صاحبخانه برمیگرداند. پیرمرد هرچه منتظر ماند از پسر قاتل خبری نشد تا اینکه حدود ساعت 8 صبح روز 26 دی ماه صاحبخانه با استفاده از کلید زاپاسی که داشت وارد خانه شد و به محض ورود با جسد خون‌آلود فاطمه روبرو شد. پدر فاطمه در ادامه گفت: صاحبخانه بعد از کشف جسد فاطمه با برادرش تماس گرفت و گفت برادر بیا که در خانه من قتلی رخ داده است. ساعت 12 ظهر همان روز کشف جسد بود که پلیس آمد و قتل را صورت جلسه کرد. مأموری که روز کشف جسد بالای سر فاطمه بود میگفت شدت ضربات چاقو آنقدر شدید بوده که از لباسهای بسیار ضخیم فاطمه که به خاطر سرما پوشیده بود رد شده و همه را سوراخ کرده بود. او می گفت دخترم حتی فرصت فرار هم پیدا نکرده بود. 3-4 دوربینی که در آن ساختمان بود تمام حرکات قاتل را ضبط کرده بود. بعد هم جسد دخترم را به سردخانه انتقال دادند. تا لحظه انتقال جسد فاطمه به سردخانه، خانواده او هنوز از قتلی که رخ داده بود خبر نداشتند.
پس از آن از اداره آگاهی با خانه فاطمه تماس گرفتند و گفتند گوشی تلفن همراه پیدا شده و اگر متعلق به دختر شماست بیایید و ببرید. پدر به هوای گرفتن گوشی وارد اداره آگاهی شد، اما آنجا متوجه شد دخترش به قتل رسیده است. او وقتی به سردخانه رفت تا جسد او را شناسایی و تحویل بگیرد، توان نزدیک شدن به جسد او را نداشت، چرا که او عاشق فاطمه دردانه و تحتقاریش بود. پدر فاطمه با لحن بسیار غمباری میگوید: من دخترم را خیلی دوست داشتم. قاتل طوری به صورت دخترم ضربه زده بود که او را نشناختم. در سردخانه 10 دقیقه تمام او را در آغوشم گرفتم و سرش را نوازش کردم. ضربات چاقو طوری زده شده بود که همچنان از کاور جنازه‌اش خون می‌چکید. شما من را نمی‌شناسید، اما اهالی اینجا می‌دانند آزارم حتی به یک مورچه هم نرسیده است. نمی‌دانم این چه مصیبتی بود که سرم آمد. دخترم خیلی مظلوم بود. خود قاتل در اعترافاتش گفته است وقتی دیدم دختر مورد علاقه‌ام حاضر نیست با من بماند و ازدواج کند، به ناچار او را به قتل رساندم. آن پسر ازدواج زوری می‌خواست. متاسفانه این رویه را برخی پسران در پیش گرفتند که اگر دختر مورد علاقه‌شان با آنها ازدواج نکند، با هیچ کس هم حق ازدواج ندارند. قاتل که دانشجوی حدود 23 ساله است، به خودش اجازه داد دخترم را به قتل برساند. او در پایان گفت: همه چیز پرونده مشخص است و قاتل هم به همه چیز اعتراف کرده است. ما می‌خواهیم مسئولان با سرعت عمل بیشتری به پرونده رسیدگی کنند و قاتل در ملأ عام در شهرمان اهرم تنگستان به دار آویخته شود.